أينما كنا أينما والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عایشه مادرمان رضی الله عنها روایت شده است. شماره حدیث در کتاب بخاری 305 می باشد و در کتاب مسلم 685 می باشد. عایشه مادرمان رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم 2210 حدیث روایت کردند و نخستین زنی که از پیامبر حدیث های بسیاری رو حفظ کرده است، روایت کرده است، که امت مسلمانان بسیاری از بابت غسل و حیض و نفاس را از حدیث عایشه مادرمان رضی الله عنها گرفتند. عایشه مادرمان میگن که فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر. عایشه مادرمان میگن که در ابتدای اسلام نماز فرضی دو رکعت بود. حتی نماز پیشین نیز دو رکعت بود. در ابتدای اسلام همچون برای مسلمانان این یک سبکی بود. سپس میگویند که فی الحضر و السفر، در مسافرت و در مقیمی نیز همچنان دو رکعت نماز میخواندند. فاقرت الصلاة السفر، و اما شخصایی که در مسافرت نماز میخوانند همچنان دو رکعتی که در ابتدا بود همچنان میخوانند، دو رکعت قصر میخوانند. 4 رکعته را 2 رکعت قصر میخوانند. و زیدت فی صلاة الحضر، اما هر شخصی که در مقیمی هست، در دیارش زندگی میکند، این نماز او 2 رکعت زیاده شد. مثلا نماز پیشین 4 رکعت شد، نماز عصر 4 رکعت شد و نماز خفتن 4 رکعت و نماز مغرب نیز 3 رکعت. در ابتدای اسلام نماز همچنان 2 رکعتی بود، هم در سفر هم در مقیمی. بنابراین باید مسافر وقتی که به مسافرت میبراید در مذهب امام ابو حنیفه باید قصر بخواند، زیرا دلیل ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که این الله برای مسافران تخفیف کرد. پیامبر گفتن صدقه تصدق الله بها علیکم، این 2 رکعت را الله برای شما 4 رکعت را قصر 2 رکعت خوانید، گفت این یک صدقه است از جانب الله. فقبلوا صدقه، الله سبکی الله را شما قبول بکنید. قبول کردن یعنی شما الله که بر شما سبب کرد این را به جان دل قبول بکنید و در سفر که مشقت است شما 2 رکعتی خوانید. شخصایی که به سفر میبرند در حقیقت مشقت های بسیار میبینند، آنها 2 رکعت خوانند و الله برای آنها آسان کرده است. الله میگوید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، الله بر شما آسانی میخواهد، بر شما دشواری نمیخواهد. و اینچنین شخصایی که مسافر هستند میتوانند روزه ماه رمضان را ندارند، اگر اختیار دارند باقی ندارد. بنابراین الله بر ما همه وقت آسانی را میخواهد. وقتی که ما از اسلام باخبر شدیم، جهل دشمن ما است، بر ما سبک است. حتی در مسافرت و نماز رو پیامبر صلی الله علیه و سلم جمع میکردن. مثلا وقتی که هنگام نماز پیشین سفر میبرآمدند، پیشین و عصر را با هم میخواندند، سپس نماز مغرب و نماز خفتن را در وقتی که به منزلشان روند در آنجا شبانه میخواندند. جمع و تقدیم و تأخیر میخواندند.
و حدیث ها رو میبینیم که انس ابن مالک میگویند که من با همراهی پیامبر نماز پیشین را در مدینه 4 رکعت خواندم و نماز عصر را در ذوالحلیفه که از مدینه بین مدینه و بین این مکان، یعنی تقریبا 7 کیلومتر یا بعضی 6 امیال میگویند 6 کیلومتر می باشد. بنابراین ما باید جهل خود را با دانش اسلامی روشن بکنیم. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.